چطورین؟ من علی هستم و خوش اومدیم به ویدیو دیگه. همونطور که دوباره از تامنیل فنی اومدیم با یه پارت دیگه از مسابقه درگ. کلا بهتون میگم این ویدیو مثل ویدیو قبلی کاتگوری خاصی نداره. یعنی اینطوریه که تو این ویدیو هر جو مدل ماشین ممکنه از آلمانی، فرانسوی، ژاپنی، ایتالیایی، مدل قدیم تا جدید. واسه قبلش یه ویدیو لایک و کامنت صاف فراموش نشه. بازم میگم که اگه نظر پیشنهاد چیزی هم داشتید حتما واسم کامنت کنید. دیگه بیشتر از حرف نمیزنم، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب اولین مسابقه یه مرسدس AMG با فراری 63 فراریه. دارم فکر میکنم مدل چیه 450 و شروع شد. حواسم اصلا نبود. برو نگو فراری باخت. آجی فراری رو زد. نه برد داره 127 کیلومتر. همون فراری با لامبورگینی. من یه لامبورگینی هوراکانه دارم میگم هوراکان اینجا دارم ماشین منه. یه BMW دارم اینجا. لامبورگینی چه رینگاش قشنگه. چه رینگای خوشگلی هم داره. مدل هوراکانه ها. زیاد مدل قدیمی نیست، مثلا 2019 یا 2020 باشه. برو وای آجی لامبورگینی نگو باخت. من کلا فن لامبورگینی ام. برو آجی داشت میرسید با کلا 30 ثانیه فاصله داشتن. دیدم اینو بدون CLS اگه اشتباه نکنم. آره CLS اینم لامبورگینی گاراردو. آجی این منطقه باشه میکنم CLS بزنم. CLS مدل جدیدتره، تکنولوژی بیشتری هم داره. گفتم جفتش بیاشتن ولی اون کنترل لانچ داره و سیستمای خوبی و سرعتگیری داره. گفتم ولی لامبورگینی هم زیاد گاز نداد. 98 کیلومتر کنه سرعت داشت. داداش خب این تو رو قورت میده. GTR جلو نمیدونم چی هستن اون ماشینه. از کجا من میشه یاد دیدی یه V8 لامبورگینی انداخته زیرش. GTR؟ نه GTR رسید. فکرم آوانس داد بهش اصلا. یه از گاز نداد. ربورد بفهم 151 کیلومتر رفت GTR. مثلا اوجش نمیدونم 130 تا بود. یکی قشنگ منو از دروجون گاز میداده. شاید هم تقویت شده بود نمیدونم. دوباره همون فراری لامبورگینی. من میگم یه دونه BMW هم دارم BMW آیت. این تو ایران هم هست درش باز میشه. BMW دارم باید سرطان شو شد. حواسم مثلا با مسابقه نیست. واقعا شرمنده چه اومدین کیرم دارین تماشا میکنیم. زد آجی از تو فکرم دیگه لامبورگینی فن نبودم. توی تایم که فای جوره پورشه 911 MK5 کلا سوپر اصلی واقعا نیست. موتورش BMW است. تری داخلش هم از BMW اسکی رفتن. یه ویدیو میذارم ببینین. دیدین اونو که اونو خودم گرفتم توی یکی از هماشو دیدم. همون تویوتایی که وارد ایران شده MK5 که وارد ایران شده. اونن BMW توش دخیل بوده دیگه. اصالت ژاپنی نداره این ماشین. حقیقتی که باز گفت. بله بوف رفت آجی تویوتا که برد. ببین این کلن ماشین یه موتور 6 سیلندر 3000 داره. خب بعد 350 اسب فابریک، ولی این که تو ایران اومده 800 اسب بخوره تقویت شده است. اینو مکران 650 اگه اشتباه نکنم با داج چالنجر داج چارجر، یعنی این چارجره. اصلا بحث رفت داخل تویوتا و MK4 و سوپرا. چی رفت داخل سوپرا کلا. اوف دستگاهش داره گرم کنه. نگاه صداشو میشه
وینتر میکنه اون سه سوپر چارجرشه. برو خدا این دیگه. خب فعلا دارن تنظیم میکن لوگو دیمن داج کنن. داج چالنجر، این چارجر نه، داج چالنجر معروف به قلدر دوست داشتنی. امروز هم که دارم این ویدیو ضبط میکنم چند روز پیش دیگه آخرین داج چالنجر ساخته شده، تولیدش دیگه متوقف شد. بله 124 کیلومتر. اوف اینو مکلارن برد دیگه. مکلارن ولی خیلی قوی تره. خب معلومه دیگه، ولی بگم مکلارن موتور هیبریده، کلا ماشین هیبریده، برقی، هم موتور برقی داره هم بنزین. یه AMG چرا فراری. اوف رینگارو اول فازی نگاه، طلایی خوش رنگ ستاره شکل، چرا اکسلرینگی هم داره. AMG GT نه AMG GT که نه، GT نیستش مودش. بیاین عقب، بیاین عقب دیگه. 3 ساعت مردی داره میگه بیا خب شاشون نمیره. خب یکم جدا قشنگ موازات شد. من سرم کشم دارم میبینم موازات اینا. برو رفت، قطعا فراری رفتی. بخ چه آروغ بدی زدم. خب اصلا فراری چند رفت واسه خودش. اوف اینا نگاه، فراری F90 اگه اشتباه نکنم. آره این سال 2021 معرفی شد با این نیسان GTR نیسمو دیگه، نمیدونم شاید دارم نیسمو باشه. فراری باشه. از این کلا یه سند جدیدی فراری با این ماشین شروع کرد. چراغ عقبش دیده باشی طرحش خیلی فرق کرده. مثل لامبورگینی که امسال طرحش عوض کرد کلا. بچه‌ها بگم اون همایش که توییتر سوبرا گرفتم یه ویدیو حتما اگه همایش شد میرم واسه اون ولاگ میگیرم. تا چند یه آپلود میکنم اونو. فعلا که این چند وقت هیچ همایشی برگزار نمیشه. برو خب این آخرین مسابقه است بچه‌ها، لوتس الیزه. این تو ایران خیلی زیاده. خب داداش این تو رو قورت میده الان، این تو رو هم پاره میکنه بدبخت. فورد موستانگ جلو این شرط نداره. شلبی فرید شما کنم موستانگ شلبی یا اول فاز بدبخت شدی. فقط در رو با نظر من نه موستانگ شلبی نیستش. بدبخت شدی. این صبح بزا تو رو با پنیر میخوره. خب داداش روزی یه دونه لوتوس این خوراکیشه رفت. داشت تو که جلوی اینن رفت. خب نخوندم تو رو از کنار رد شد. بفرما تمام. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو. خیلی ممنون که تا اینجا هم با من تماشا کردین. بازم ممنون میشم که اگر از ویدیو خوش شد من ویدیو لایک کنید، کانال ساب کنید، نظر پیشنهاد چیزی هم داشتید کامنت کنید که همونطور که گفتم کانتنت نداریم که مجبوریم 24 اینو بذاریم. بازم ممنون که دمش کردین. تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه. خداحافظ.